دوستان گرامی ما با پرویز تقریبا 3 سال می شود که شناس هستیم، اما بار اول است که او به استودیو به نزد من آمد، زیرا ما خیلی میخواستیم پرویز جان در استودیو ورزش ببینیم، نزد خود ما فریاد کنیم و از او بعضی از سوال‌های ما جواب گیریم. پرویز در شبکه‌های فیسبوک شما خیلی فعال هستید، ببینم با رسمی پیشوای ملت همیشه جای میدهید رستم امامعلی، همچنین اون چیزایی که وابستگی به ترقیات جامعه ما هست در باره تاجیکستان عزیز هست میگذارید. چی از این بهره میبرید؟ خواننده‌های شما خیلی زیادن؟ بله، من میخوام بشه. خب تاجیکستان آباد و زیبا باشه. تاجیکستان آباد و زیبا باشه. ما طرفدار پیشوای ملت. سلام. سلام. حالامی و اسلمی. سلامت باشید. شما خودتون می‌نویسید؟ بله، من خودم امکانیت دارید اینترنت همه چیز دارید، کامپیوتر و تلفن؟ تلفن دشوار نیست نوشتن برای شما؟ یکم دشوار است. لیکن کوشش میکنم نوشتن. سلامت باشید. من ببینم که شما بیشتر به ورزش هم توجه دارید، چون به نزد می اومدید میگید که با همه برنامه‌های تلویزیونی ورزش تماشا میکنم، اینم افتخار ما هست که شما برید بیننده داریم. کدام برنامه رو بیشتر دوست می‌دارید؟ کدام نمونه ورزش؟ ورزش فوتبال بال بسپاری. آها، UFC. مرسی. همیشه تماشا می‌کنید برنامه ما؟ نه. در دلتون چی آرزو دارید، چی مقصد دارید، چگونه کاری خود پیش بردنی هستید؟ زندگی خوش؟ زندگی خوش، زندگی آمون. شما دوستید که تقریبا 30 ساله هستید، وضع اولیویتون چگونه است؟ بله، آدمی هم. حالا زن نگرفتید، یعنی زن ندارید؟ در خونه خودتون زندگی میکنید؟ شرایط ها هستن؟ بله. با شما دادران برادران زندگی میکنن؟ خدا بشکرم. دوستان گرامی، سبب اساسی با اینجا دعوت کردن ما پرویز رو ما اصلا نمیدونستیم که پرویز با چنین اساچوبه‌های خود به اینجا میاد و حالتش خیلی دیگرگونتر است. اگر نمون به نزد او میرفتیم، اما وقتی که صحبت کردیم من گمان کردم که در کوچه در نزد اونورمک مرکزی هستن. من گفتم بیاید نزد ما، این کس آمدن نزد ما و ما در نزد این کس خودمون کمی بحث میکنیم، چون که ما باید نزد این کس میرفتیم. اما این گفتن معذرت ما برای این کس نیست، بلکه ما میخوایم که توسط چنین آدمانی که ورزش رو دوست می‌دارن، دولت رو دوست می‌دارن، حکومت رو دوست می‌دارن، تاجیکستان عزیز رو دوست می‌دارن، آبادی و آسودگی رو دوست می‌دارن و می‌خواهند که همیشه مثلا در کشور ما آسودگی باشد، زندگی جریان باشد. هر کس در نزد خود مقصد دارد. این جوان زیبا هم مقصد دارد، آرزو دارد که من بعد خیلی خوش زندگی کند در این کشور ما، یعنی سعادت دنیا بر او باد و همیشه ما هم کوشش میکنیم که برنامه خوب سازیم تا این مرد جوان پرویز جان، پرویز با نام انگلیسی هم دارد، نام شما که میگن پرویز دوشنبه تاجیکستان همیشه است، همیشه هست و ما بسیار میخونم، من بسیار صورتهایی که میگذارند خوب میبینم. دیگه هم میدونید، بفکرم از دیگه هم چند صورتهای شما را من دیدم. اما از جانب سرپرستان ما برنامه فوتبال آسیا، ما امروز برای پرویز جان برای خاطر یک توپ اینجا آوردیم، تهیه کردیم که با شما باشد. شما برید این همچنین یک یادگاری از سیزن ورزش، ولی اومده ایستید نزد ما آماده هستیم که با شما مثلا هم صحبت کنیم، نه یک صحبت صمیمی داشته باشیم. اگر باشد توانیم رویم یک خوراکی بخوریم یک جای. ما همیشه همین گونه شخصانی که دلسوز هستن برای وطن و برای مردم تاجیکستان، همیشه ما با اونها افتخار میکنیم و آنها رو همیشه حرمت احترام برای اونشون رو به جا میاریم. سلامت باشید.